اینجا حوزه استفاضی منه، برای اینکه من اینجا رو کشف کردم. مگه آمریکای جنوبی است که شما کشفش کرده ای آقا کریستوف کلمبوس. اینجا آشنای من اینجاست آقای رابینسون کروز، میفهمی؟ رابین هود. اونجا مال منه، شما بیای اونجا دست زیاد میشه، من لو میرم، منم دیگه اونجا راه نمیدن. نمیفهمی اینو تو؟ اصلا بیا حوزه استفاضی من پیش خودم، خوبه؟ نه خیلی کوچیکه. کجاش کوچیکه مگه دیدی؟ بله رو نقشه دیدم دیگه کوچیکه. نقشه که همه جا کوچیکه. منم کوچیکه، چه 4 تا تاب و 2 تا سرسره، چیز دیگه نداره که. بله شما هم کوچیکه ولی ما خود شما رو میخوام. یعنی چی؟ ده ذهنمون پر سوال ما میخوام از شما واپرسیم اینا رو. بیا عقب، برو عقب، جلو نیا آقا، جلو نیا، برو عقب با اون میکرو و سر تا پا کثافت آقا. مرد حسابی ما شیفته ای مردونگی شما برفته یم. شما اگر میخوای دنبال یکی را بیفتی باید با فاصله را بیفتی، باید آهسته بری. اصلا میگه، شاعر میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست که پیوسته و آهسته رود. آفرین. نه، رهروان نیست، رهروان است که آهسته و پیوسته. آفرین. همون شد. نه، رهروان نیست که آهسته و پیوسته رود، روان. رهروان است که پیوسته و آهسته و برجسته و با خسته رود. آفرین، تمام شد.